درود. صبح، ظهر، روز، شب، عصر، همه ی اوقاتتون بخیر باشه. و اینکه فکر کنم آخرین ویدیویی که آپلود کردم قبل از عید بوده، یعنی توی سال 1403 بوده و الان توی سال 1404 و حالا نخوام خیلی دیگه تبریک و چی میگن این صحبت‌های کلیشه‌ای رو بذاریم کنار و یه راست بریم سر اصل مطلب. فقط میخوام بهتون بگم که واسهتون بهترینا رو میخوام و خواهم خواست و امیدوارم که زندگی پر از رفاه، پر از آرامش و پر از قشنگی و برکت داشته باشین. امروز بعد از مدت‌ها اومدم که باهاتون در مورد کتابی صحبت کنم که تازگی داشتم میخوندم. اسم کتاب هست The Molecule of More و نویسنده‌اش هم هستن دانیل زی لیبرمن و مایکل ای لانگ. کتاب میاد در مورد یه هورمون خیلی خیلی به خصوصی توی بدن ما صحبت میکنه که اتفاقا خیلی هم اشتباه شناخته شده. میاد در مورد یه هورمونی صحبت میکنه که نقش خیلی خیلی بسزایی توی تصمیمات ما میذاره. یعنی خود نویسنده میگه که حتی اگه کل تصمیم ما تحت تأثیر این هورمون قرار نگیرن، حداقل 99.999% تحت تأثیر این هورمون هستن و اون هورمون چیزی نیست به جز دوپامین. یه سری اصلا صحبت کنیم که دوپامین چی هست. دوپامین یه هورمونیه که اشتباهاً به اسم هورمون شادی شناخته شده، در صورتی که اصلا هیچ ربطی به شادی نداره. هورمون دوپامین خیلی باحاله. بخوام از هورمون دوپامین واسهتون بگم، هورمون دوپامین اون سلول هایی که توی بدن ما هورمون دوپامین رو تولید میکنن اون چنان زیاد نیستن. یعنی از بین هر 2 میلیون سلول ما کلاً 5 تا دونه سلول هستن که میتونن این قابلیت رو دارن که دوپامین تولید کنن. اما اصلا بیایم ببینیم دوباره به دوپامین چی هست، چرا بهش میگن هورمون شادی، اصلا چرا ربطی به شادی داره. دوپامین تأثیری توی شادی نمیذاره. دوپامین حتی اصلا ربطی به شادی نداره. یعنی میخوام یه لحظه سرساده زیاد شد. دوپامین تأثیری توی شادی ما نداره. حالا جلوتر واسه یه مثال میزنم که اصلا چرا اینطوریه. دوپامین یه هورمون فیوچر اورینتده. فیوچر اورینتد اصلا یعنی چی؟ بخوام معنی لغوی فارسیشو واسهتون بگم، فیوچر اورینتد خب یه اصطلاحی که توی کتاب استفاده شده در موردش، ولی بخوام یه اصطلاح مترادف فارسیشو واسهتون بگم، میتونم بگم که آینده، مثلا ساختارش در آینده وجود داره. یعنی چی؟ دوپامین اصلا نمیاد که به ما شادی بده. دوپامین صرفا میاد یه شادی که شاید قراره اتفاق بیفته رو پیش بینی میکنه. اصلا یعنی چی؟ شما میخوای مثلا این اینستاگرام باز کنی، یه مثال دیگه خیلی ساده است دارم میزنم دیگه، اکثرا شاید نسبت به این جذب به اون فضای مجازی و اینا آگاهی داشته باشن ولی نمیدونن چرا. دوپامین میاد میگه که اوکی، الان من اگه این اینستاگرام باز کنم، مثلا 5 تا 10 تا 20 ریل برم بالا، یه اتفاق خیلی باحالی میفته، به یه پست خیلی خفن میخورم و حسابی میخندم، ولی اصلا خود دوپامین کاری نمیکنه، هیچ ربطی به چیز نداره، هیچ ربطی به شادی نداره. میخوام یه مثال دیگه واسهتون بزنم که چرا اصلا دوپامین ربطی به شادی نداره. خیلی باحال بود، تو خود کتاب میگفتش که اگه یه مسیری تو مثلا واسه 10 روز 20 روز 30 روز 1 سال بری و هیچ اتفاق خاصی توش نیفتاده باشه، هیچ ساختمونی تغییر نکرده باشه، هیچ نمیدونم خیابون جدیدی ساخته نشده، هیچ آدم جدیدی رو تو مشاهده نکنی، هیچ اتفاق خاصی نیفته، تو سطح دوپامینت ثابت میمونه. اما یهو اون سیستم دوپامین بدنت میاد و شوک میشه. یه روز میبینه که یه مغازه نمیدونم شیرینی فروشی تازه باز شده و اینکه اونجاست که یهو بدن یه عالمه دوپامین تولید میکنه. چرا؟ چون نتونسته یه قضیه رو پیش بینی کنه و اون قضیه اتفاق افتاده و ببین چقدر قراره بهش حال بده. سر همین قضیه
خیلی باحاله. دوپامین در واقع انگار مثلا داره کار خودش هم توی کار خودش هم اختلال ایجاد میکنه. چرا؟ چون تو مثلا میری اون شیرینی فروشیه که تازه باز شده تو خیابون، اونجا بار اول شیرینی میخوری، بهترین شیرینی که تو عمرت خوردی. چرا؟ چون اصلا انتظارش نداشتی اونجا شیرینی فروشی باشه، اصلا انتظار نداشتی اون روز شیرینی بخوری، ولی یهو اتفاق افتاده و این خیلی بهت حال میده. این قضیه واسه یه هفته ادامه داره، واسه 2 هفته ادامه داره، 1 ماه، 2 ماه، ولی ماه سوم تو بعد از اینکه هر روز رفتی اون شیرینی فروشه و شیرینی خوردی، میبینی که به نظرم که کیفیت شیرینیاشون اومده پایین، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. کیفیت شیرینی کاملا ثابته. این تو بودی که چون مغزت تونسته پیش بینی کنه اون اتفاق خوبو، عادت کردی بهش. یعنی چی؟ یعنی دوپامین بار اول که خورده نتونسته پیش بینی کنه، نتونسته مزه رو پیش بینی کنه، نتونسته باز بودن، اصلا افتتاح شدن اون مغازه رو پیش بینی کنه، سر همین واسش خیلی جذاب بوده. اما بعد از 3 ماه که میره دیگه میتونه حدس بزنه که آره بعدش قراره چه اتفاقی بیفته، میدونه اون کروسانه که قراره بخوره قراره چه مزه‌ای باشه، واسه همین زیاد واسش جالب نیست. و دقیقاً همچین اتفاقی توی روابط ما هم میفته. روابط دیگه خب فکر کنم اکثرا باش آشنایی دارن، یه پریود، یه تایمی دارن اول رابطه که مثلا 3 ماه، 6 ماه، و حالا طوری که روانشناسا خیلی خفن و اینو میگن اون دوره طولانی ماه عسل 1 سال است. ماه عسل اصلا چیه؟ بذار ببینم میتونم این رو یکم تنظیم کنم. ماه عسل اصلا چیه؟ ماه عسل میشه اون چند وقت اول رابطه که رابطه بی‌نظیره، فکر میکنی که این آدمی که اومده توی زندگیت واسه بهترین آدمیه که میتونسته وجود داشته باشه، حسابی با هم دیگه میخندین حسابی با هم دیگه خوش میگذره، حسابی با هم دیگه کلی حرف دارین واسه گفتن و اینکه همه چی عالیه، پرفکت ترین حالت ممکنه. ولی بعد از یه مدت که میگم باز دوباره خیلی از روانشناسای معروف میگن که این تایمه 1 سال است، ولی خب منطقیه که حالا ما این تایمر رو توی مثلا ماه 3، ماه 6، ماه 9 اینا اینجور تایما هم دوباره تجربه کنیم. ولی میگن که این تایم ماه عسله که همه چی پرفکته 1 سال است. ولی چه اتفاقی میفته؟ درست مثل همون قضیه نون فروشی، همون کروسان فروشی، همون شیرینی فروشی، مغزت از یه جایی به بعد میتونه رابطه رو پیش بینی کنه. یعنی مثلا بار اول که با پارتنر سکس داری بی‌نظیره، چون هیچ ایده نداشتی که قراره چه شکلی باشه، هیچ ایده نداشتی که نمیدونم قراره چی کار کنی، قراره مثلا این کارو کنی اون کارو کنی، واسه همین بی‌نظیره. ولی به مرور زمان مغزت آروم آروم عادت میکنه، نه فقط سکس ها، کلا همه چی. میدونی که الان بری بیرون با طرف، مثلا بری دیت توی کافه، در مورد چی میتونید صحبت کنید، یعنی در مورد چی قراره صحبت کنید، پارتنر قراره چه ریاکشنایی داشته باشه، پارتنر قراره چه رفتارهایی داشته باشه، و همه اینا رو شروع میکنه به پیش بینی کردن. و سر همین قضیه بعد از یه مدت آروم آروم شاید اون رابطه واسه خیلی مثلا کم رنگ تر به نظر بیاد، شاید حس کنی که نمیدونم طرفین تغییر کردن، در صورتی که اینطور نیست. طرفین تغییر نکردن، صرفا طرفین به هم دیگه عادت کردن که این از لحاظ شاید روابط میتونه چیز خیلی خوبی باشه، ولی از لحاظ اون خوشگذروندن شاید یکم ضد حال باشه، ولی چیزیه که اتفاق میفته و اگه بخوای یه رابطه خوبی داشته باشی به نظرم باید بهش عادت کنی. اما اصلا اون رابطه چرا ما احساس می‌کنیم به رابطه احتیاج داریم؟ کیا احساس بیشتری به اون رابطه دارن؟ یه سری تحقیقات انجام شده که تست کردن، دیدن آقایونی که تستوسترون بیشتری توی بدنشون داشته باشن احتمال اینکه وارد یه رابطه طولانی مدت بشن یا اصلا ازدواج کنن کمتره. حالا برخلاف اون 2 تا هورمون هست، اکسیتوسین، ویسوپرسین. حالا دوباره تکرار میکنم واسه کسایی که میخوان، اکسیتوسین، ویسوپرسین. این هورمونا رو میشه بهشون هورمون عشق هم گفت، هورمون وفاداری گفت،
دو تا هورمونه. اکسیتوسین توی بدن خانم ها بیشتر نقش مهمی داره و نقشش هم مثلا و زمانی که مثلا بیشتر شکل میگیره که بغل میکنید همدیگه رو، سکس دارین، فیزیکال تاچ دارین، با هم دیگه در مورد احساساتتون صحبت میکنید و تقریبا هر چیزی که مثلا ما بهش میگیم عشق، دوست داشتن و اینا پشتش اکسیتوسین هست. توی خانم ها این هورمون بیشتره و ویسوپرسین توی آقایون بیشتره، ولی جفت طرفین اکسیتوسین و ویسوپرسین توی بدنشون دارن. حالا که اکسیتوسین رو گفتیم بزنیم ویسوپرسین هم توی بدن مردا بگیم. ویسوپرسین توی بدن مردا یه حالت محافظتگرانه داره، یعنی مثلا اون هورمون عشقی توی بدن آقایون که زمانی مثلا دیگه خیلی تو پیک خودشه که خانواده‌اش احتیاج به کمک دارن، خانواده‌اش احتیاج به غذا دارن، نیاز به مثلا حمایت فیزیکی دارن، نیاز به نمیدونم یه مشکلی پیش اومده بعد ازشون دفاع بشه و اون موقع است که سطح ویسوپرسین میتره میره بالا. سر همین آزمایش‌هایی که انجام شده گفتم که به نظر اومده آقایونی که تستوسترون بیشتر توی بدنشون دارن احتمال اینکه وارد یه رابطه طولانی مدت بشن بیشتره و خانوم ها و آقایونی که هورمون ویسوپرسین و اکسیتوسین بالاتری توی بدنشون دارن احتمال اینکه وارد یه رابطه طولانی مدت بشن وفاداریشون بیشتر بشه توی اون رابطه بیشتر. حالا بیاین دوباره برگردیم سر قضیه دوپامین، از قضیه روابط یکم دورتر شیم. دوپامین و کلا اون سیستم بدن که میگم ازم بالاخره همون چرخه‌های همه چی هستش که دوپامین هم درش دخیله. دوپامین دو تا چرخه داره، یکی از چرخه‌ها به اسم دیزایر، یکی از چرخه‌ها به اسم لایک. و لازمه بگم که حالا دوباره در آینده اگه قرار شد راجع به صحبت کنم شما گیج نشین. ما دو تا نوع دوپامین داریم، یکی کنترل دوپامین داریم، یکی دیزایر دوپامین داریم. حالا کنترل دوپامین در آینده راجع بهش صحبت میکنیم که میاد این کنترل دوپامینه میاد و این دیزایر دوپامین که دوپامین مثلا تقاضاست، همش در مورد خواستن به دست آوردن بیشتره رو کنترل میکنه، حمایتش میکنه. اینو فعلا میذاریم کنار کنترل دوپامینو، میایم روی دیزایر دوپامین که دوباره چرخه توی مغز همه این قضایی هستش. میایم توی این دیزایر دوپامینه که دو تا چرخه داره، یکیش لایکه یعنی دوست داشتن، یکیش دیزایره. بالاخره مثلا مثل همون قضیه کروسانه، هر چیزی ما اولش دوست داریم و بعد از یه مدت مخصوصا اگه مواد مخدر باشه و سخت باشه گذاشتنش کنار، نه البته نه لزوما مواد مخدر چون سطح بالاتری از دوپامین رو توی بدن ما تولید میکنن باعث مثلا به وجود اومدن حالا نمیدونم اون هورمون سروتونین، نمیدونم اکسیتوسین، ویسوپرسین، همه این یه عالمه اون غذایی که پشت مغز ما تولید میشه چون سطح بالاتر از دو تا هورمونایی که خیلی مهمه، اندروفین و اندوکنابینویدز که اینا هم دوباره مواد مخدر تولید میکنن، ولی چون این قضیه توی مواد مخدر و الکل خیلی زیاده، من فعلا میخوام در مورد این دو تا قضیه صحبت کنم که چی میشه که اصلا ما باشه اعتیاد پیدا میکنیم. دو تا چرخه داریم همونطور که گفتم، یکیش دوست داشتن، یکیش تقاضا. چرخه دوست داشتن زمانی که تو مثلا واسه اولین بار اون مواد رو تزریق میکنی، اون سیگار رو مثلا میکشی و میبینی که واقعا دوست داری. البته سیگار که اکثرا دوست ندارم بار اول، اونم دلیلش رو توضیح میدم، ولی مثلا یه گل میکشی، ماریجوانا استعمال میکنی و میبینی که بار اول واقعا دوستش داشتی، اون مودی که بهت داد و خوشت اومد. دوباره بعد از یه مدت این فعلا این چرخه لایک بود، تو بار اول استفاده کردی دیدی که خوشت اومد، بعد از مثلا شاید بار دوم بار سوم اون لایک و دیزایره، اون دوست داشتنه و اون تقاضا جفتشون با هم دیگه میاد که تو هم اون مواد رو دوست داری، هم دوست داری مقدار بیشتری ازش داشته باشی، دوست داری بازم استعمال کنی، دوست داری بازم مثلا بری سمتش و یه پوک دیگه بزنی.
این زمانی که این دوتا چرخه با هم دیگه فعالن. اما بعد از یه مدت این چرخه لایکه، چرخه دوست داشتنه، آروم آروم میاد پایین و اینکه میبینی که دیگه اصلا صرفا یه موادی رو داری استعمال میکنی، تزریق میکنی، حالا نمیدونم اون الکل رو میخوری صرفا فقط برای اینکه اون هنگوور بعد از الکل احساس نشه توی بدنت، اون نعشگی نمیدونم گله احساس نشه توی بدنت، صرفا میزنی چون فقط بهش احتیاج داری، دنبال اینی مغزت راحت شه، نمیتونی. و اینکه فقط اونجا اون چرخه دیزایر است که داره کار میکنه و خیلی باحاله. 3 تا مواد مخدر هست که حالا یه سری مواد هستن که تو صرفا فقط اون دیزایر رو داری واسش، اون تقاضا رو داری واسش، مثل سیگار. حالا میگم بهتون چرا، چون اصلا سیگار اعتیاد به وجود نمیاره، سیگار اعتیاد خیلی خاصی توی بدن به وجود نمیاره، سیگار اعتیاد به خودش به وجود میاره. سیگار اصلا نمیتونه آرامش تو رو نمیدونم بیشتر کنه، البته بخوایم بگیم شاید بتونه، ولی صرفا سیگار واسه درست کردن آرامش تو به وجود نیومده، صرفا سیگار برای نمیدونم از بین بردن اضطرابات به وجود نیومده. سیگار تو حتی بار اولی که استعمال کنی احتمال اصلا قرار نیست خوشت بیاد، تو انقدر استعمال میکنی تا به اون سیگاره عادت میکنی، تو یه عادت واسه خودت، یه اعتیاد واسه خودت به وجود میاری نسبت به اون سیگاره. یعنی چی؟ یعنی که تو بار اول که سیگار میکشی خوشت نمیاد، دوباره انقدر میکشی تا واسه یه عادت میشه، یه اعتیاد میشه، و زمانی که مثلا سیگار نمیکشی نعشگی سیگار میگیری و چیکار میکنی؟ میری سیگار میکشی و اون نعشگی از بین میره و تو فکر میکنی که اون استرس های استراب است که از بین رفته، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. اون استرس استراب اصلا کاری نداشت، اون همونجا هستش، داره کار خودش رو میکنه، اما اون نعشگی برای اون سیگار است که از بین رفته و شاید اینه که یکم حس بهتری بهت میده و تو احساس میکنی که این به خاطر نمیدونم از بین رفتن اون اگزایدی است، اون استراب است، اون هر کوفت و زهرماری که هست. و اینکه سری مواد هستن که این دوتا چرخه رو با هم دیگه همزمان فعال میکنن که احتمال اعتیاد بهشون هم خیلی زیاده. یکیش هروئین، یکیش اکسیکانتین که با اکسیتاسین اشتباه نشه، اکسیتاسین یه هورمونی توی بدن و اکسیکانتین یه مواده، و ماریجوانا. دوباره میگم این 3 تا مواد میتونن دوتا چرخه دیزایر و لایک رو با هم دیگه فعال کنن: ماریجوانا، اکسیکانتین و هروئین. خیلی باحاله که بدونید این قضیه دوپامینه همون دوباره قرار برگردیم به همون قضیه پیش بینی کردن. دوپامین دنبال یه سری علائم، یه سری اتفاقات، یه سری سرنخاست که فعال بشه، اون شادیه رو پیش بینی کنه و آماده بشه برای یه مقدار خیلی باحالی از خوشحالی. و قضیه چیه؟ 2 تا تست گرفتن، 2 تا معتاد که میخواستن ترک کنن. معتاد حالا شاید خیلی بد گفته باشن ولی بالاخره اعتیاد دارن دیگه. 2 تا معتاد که مثلا میخواستن ماریجوانا رو ترک کنن، یکیشون میخواسته ماریجوانا رو ترک کنه. قضیه چی بوده؟ ماریجوانا رو زمانی که اعتیاد داشته به اون مواد تو بسته هایی که رو شکل های کارتونی وجود داشته دریافت میکرد. یعنی مثلا اون ساقیش روی بستهش واسهش مثلا یه استیکر کارتون میچسبونده، نمیدونم یه نقاشی کارتون میکشیده. و اینکه چی میشه؟ این طرف که بعد از یه مدتی ترک میکنه دقت میکنه که هر سری داره تلویزیون میبینه دوباره دلش میخواد ماریجوانا مصرف کنه. چرا؟ چون تا زمانی که کارتون پخش میشده مغز این کارتونه رو با این بسته‌های ماریجوانا که میگرفته اون موقع نسبت میده، واسه همین شروع میکنه به تولید دوپامین و پیش بینی میکنه که قراره دوباره مواد مصرف کنه طرف و یه سطح با یه اعتیاد تقاضای خیلی بالایی نسبت به اون مواد ایجاد میکرده. یه همچین مورد مشابه دیگه هم بوده روی که یه معتادی که مواد رو تزریق میکرده، که هر سری که میرفته سوپرمارکتی یهو یکم چیز میشده، دوباره هوس میکرده که بره سمت مواد اینا. و قضیه چی بوده؟ یه روز با مشاور ترک اعتیادش میره توی مغازه سوپرمارکتی جایی، با هم دیگه قدم میزنن، مشاوره بهش میگه که آقا تو هر وقت که احساس کردی اون تقاضا داره به وجود میاد به من بگو، اون احساس نیاز داره به وجود میاد به من بگو. اینم میگه اوکی. قدم میزنن تا میرسن به بخش مواد شوینده و بهداشتی و اینا. و اینکه قضیه چی بوده؟
زمانی که طرف داشته مواد استعمال میکرده برای اینکه اون سرنگ رو وارد بدن خودش بکنه، قبلش اون سرنگ رو وارد وایتکس میکرده، وارد اون شوینده میکرده که ضد عفونی بشه و بعد تزریق کنه که یه وقت مثلا HIV نگیره. و سر همون قضیه هم هستش که دوباره هر سری مثلا میرفته مغازه سوپرمارکتی جایی حس میکرده که اون نیازه رو داره. حالا میخوام در مورد یه سطحی توی بدن واسهتون تعریف کنم به اسم میوکوسا اگه اشتباه نکنم تلفظشو. یه قسمتی از بینی ما، دقیقا میشه مثلا اگه اینجا بینی ما باشه، تقریبا اون پشت بینی ما یه سطح خیلی ریزی هست به اسم میوکوسا. و قضیه چیه؟ ما میتونیم حالتهای مختلفی اون مواد رو وارد بدن خودمون بکنیم. مواد دخانیات و ایناست. یکیش تزریقه، یکیش اسموک کردن، یکیش هم اسنیف کردن. که چرا الان میخوام بهتون بگم که چرا زمانی که کوکائین رو اسنیف میکنی، یعنی با دماغت وارد بدنت میکنی، خیلی تاثیر کمتری میذاره تا اینکه حالا مثلا بخوای اون کوکائین توی حالتهای مختلفی به صورت مایع درش بیاری، من که بلد نیستم، به صورت مایع درش بیاری و به خون تزریق کنی، یا اینکه اگه بشه بکشیش و وارد ریه‌هات کنی. این قسمت میوکوسای بینی یه سطح خیلی کمیه که زمانی که موادی مثل کوکائین بهش میچسبه عمل میکنه، اون کوکائین وارد خون میشه، وارد مغز میشه و حالا اثر خودش رو میذاره، دیگه کاری به بعدش نداره. اما این چون خیلی سطح کمیه ممکنه که حجم خیلی بالایی از اون کوکائینه هم به خاطر این ترشحهای بینیمون گرفته بشه، یا اینکه توی مسیر گم بشه، یا هر چیزی به اون سطحی که باید برسه تا وارد خون بشه نمیرسه. سر همین اثر کمتری داره. اما زمانی که مثلا نمیدونم هروئین اسموک میکنی، هروئین دود میکنی، اسموک میکنی، خیلی بیشتر میتونه های کنتت، خیلی بیشتر میتونه بالا ببرتت. و قضیه چیه؟ ریه های ما یه سطح خیلی خیلی بزرگی دارن که میتونن این ذرات نمیدونم، حالا آخه میخوام بگم نیکوتین مختص به مثلا سیگار شاید بشه، ولی اون ذرات مواد رو کاملا یه فضا خیلی بزرگتری دارن که اون مواد رو دریافت کنن، به خودشون بچسبونن و بعد وارد خون کنن. و اینکه شاید سر همین قضیه است که وقتی تو مثلا هروئین رو اسموک میکنی، وارد ریه‌هات میکنی، تأثیر خیلی بیشتری داره. چون اگه شما نکنه، حتی نویسنده توی کتابم گفتش اندازه نصف زمین تنیس تو فضا داره ریه‌هات که فقط این مواد رو جذب کنه. و فکر کن چقدر بیشتر میتونه تو رو مثلا بالا ببره تا زمانی که اون مواد مصرف کنی، چقدر سطح بالاتری داری واسه اینکه مواد رو جذب خودت کنی. و دیگه اصلا لازم به گفتن نیستش، بهترین اینا تزریق بخونه، مستقیما وارد خونت میشه. خب بالاخره تاثیر بالاتری داره. اما اصلا چرا اصلا انقدر ترک کردن سخته؟ ما یه نرخ عادی تولید دوپامین توی بدن داریم که دوپامین توی حالت عادی 2 تا 5 واحد در ثانیه توی بدن ما تولید میشه. زمانی که ذوق میکنی، مثلا این فکر میاد توی مغزت که نمیدونم مواد مصرف کنم، برم اون شیرینیه رو بخورم، برم مثلا یکم آبجو بخورم. زمانی که این ذوق زدگی به وجود میاد، زمانی که این پیش بینی اتفاق میفته، بدن تو شروع میکنه یه حجم خیلی خیلی بالاتری دوپامین تولید کردن که این قضیه از 2 تا 5 واحد به 20 تا 30 واحد در ثانیه افزایش پیدا میکنه. اما زمانی که تو میای و اون مواد رو به بدنت نمیرسونی، اون 20 تا 30 ثانیه در واحد
اون زمانی که مثلا ذوق زدگی مواد رو داری اما اون مواد رو به بدنت نمیرسونی، یهو سطح دوپامین بدنت از 20 تا 30 تا یا اصلا نرخ عادیش از 2 تا 5 تا یهو به صفر مطلق میرسه و تو یه احساس بدبختی، یه احساس خیلی اصلا حالا بخوام کلمه دقیق خارجیشو بگم میشه miserable، یه احساس سرفکندگی نام کلمه درستی هست یا نه، ولی احساس خیلی بدی راجع به خودت داری، واقعا هم باید داشته باشی، چون از 2 تا 5 واحد که عادی ترین حالت ممکنه دیگه، یعنی اصلا بدتر از این نمیتونه بشه، یهو واقعا بدتر اتفاق میفته و از 2 تا 5 تا واحد یهو میشه صفر مطلق و ببین که چطور یهو بدن یه شوک خیلی بدی بهش وارد میشه، یه حس خیلی بدی میگیره، چرا که اصلا اون چیزی که تو الان یه چیز خیلی عادی و نرمالی توی بدنت بوده دیگه حتی همونم نیست و این به تو یه حس فلاکت بدبختی میده و میخواستم همینا رو بهتون بگم. امیدوارم که در آینده اطلاعات بیشتری هم واسهتون بتونم کسب کنم و اینکه بیام حالا اون کنترل دوپامین رو بهتون بگم که اصلا کنترل دوپامین چیکار میکنه و چطوری میاد به این دیزایر دوپامین غلبه میکنه. امیدوارم که بهترینا رو تجربه کنید. ازتون خیلی ممنونم که امروز تماشا کردیم. ببخشید اگه یه سرفه میکردم، یکم تازگی از مریضی بهتر شدم و اینکه ازتون خیلی ممنونم که تشکر کردیم مجددا. از خودم خیلی ممنونم که این زمانو گذاشت و اینجا وسط جنگل بعد از یه مدیتیشن خفن اومد و این کارو کرد. دمتون گرم. خدا نگهدار.